خب درود بچه ها، ما در درآمدگاهی شرکت TCL و همون برادری که در اخیر میبینید علیشیر نام داره که دیروز با من صحبت تلفنی داشت و سببای اون رو گفتن نتونست که چرا طرفای مرا علیش میکنن و دو سه سبب اونه که درم بند شرطنامه 317 310 آمادگی باید امروز در من با من در بینای مرکزی شرکت TCL میفهمونم و بعد از 25 دقیقه انتظاری علیشیر نام برادر من گفت که تو همچه ژورنالیست اومده یا همچه مشتری. من گفتم هر دوش، من اول مشتری شدم بعد ژورنالیست. ولی هیچ نفری از اینا نمیخواهند که با یک شهروند با یک مزاجشون در صحبتشون در یک حالتی که دنیا در حالت شوکی است اینا وضعیت مردم بودن وحیم‌تر میکنن. من اکنون همچون مشتری میرم نزدی همون نفرایی که با مزاجا صحبت میکنن، اون دخترک و بچه‌ای که اونجا شدگن، ببینیم که اونا چه جواب میدن. خب اونم علیشیر بود که ما متاسفانه سری نتونستیم در فیلم مستقیم باهاش صحبت کنیم. بعد از 25 دقیقه صحبت هیچ کسی از نمایندگان شرکت TCL حاضر نشد نزد ما که با سوالی ساده ما جواب بدن که با کدام اساس ساده عادی برای من فهموندن که طرفم علیش میکنن. ما نکشته میریم ادامه و میبینیم که با چی مسئله روبرو میشیم. خب خدا کند که این شرکت بعدیه که ما از اینترنتش استفاده کردیم نوی خونم شرکت ها بگیرم ما را شرمسار نکنه و اینترنت ما خاموش نشد. در افیر باشیم با ما با برای بچه که تازه پیوست شدن میگیم که هیچ نفری از نمایندگان این شرکت بزرگ حاضر نشدن با من همچنین یک روزنامه‌نگار در صحبت شوند. میگویند که خطی مراجعت کنید. تصور کنید من خطی مراجعت میکنم بعد از یک هفته جوابش میاد، بعد از یک سال خب ما اپراتوران اکا بخشش او اکا جان همین اپراتوراتون کجا میشنن مشتریو که دیگه میزنن کن اپراتوری که میزوجو که دیگه میزنن کو کارگرانه این دیگراش. خب اوکی این بینو که تعمیر رفته است یعنی هر وقت دقیق نمیشد که از کجاش داریم ما یک درش در آمدیم و اینجا درآمدگاه های پیشترهش هم که بود با بانر رو بستن. آها اینجا هست ما دیدیم میاد. بریم که اینا با سوال ساده من جواب دیم. سلام علیکم. اپراتور اینجا میشن؟ سلام. شما همش اپراتور؟ نه من این کسم. شما ده؟ سلام علیکم اکا. نام شما؟ دیلوار. اکا دیلارمان دلیر مالی ژورنالیست در فیلم مستقیم فیسبوک قرار داریم و من از اون بینای مرکزتون اکا علیشیر جواب داده نتونست که برای چی طرف من علیش میکنه. گفت اگر همچون مشتری میخوام همچون ژورنالیست گفت که باید من خطی مراجعت کنم، همچون مشتری گفت به نزد شما بیام پرسم که طرفای من در کدام اساس به خواهش طرفین عوض میشد. خب همون بندی شرطنامه‌ای که میگن 371 317 خط نکنه 310 که شرکت حق داشته است که 10 روز پیش از آگاه کردن میزوج 10 روز پیش از آگاه کردن میزوج حق داشته است که طرف را علیش کند. طریق وسایط اخبار ما طریق SMS خبر میکند. ولی اگر واقعا چنین یک بند هست در شرطنامه‌ای که من چند سال پیش با این شرکت بستم، اگر چنین یک بند باشد من بیخبر از بحر این شرکت میبرم و انتخاب دست شما که آینده با این شرکت میمونین یا نه این حق شما است. بچه‌ای که در فیلم مستقیم را دید یک ژورنالیست دلیر مالی من نامم گفتم که خواهش میکنم نامم بگید. یک ژورنالیست اومد است همین خیلی مناسبت میکنن اینو. خب بچه‌ها باشین در آنلاین خاموش نکنین ببینید که ما به کجا میرسیم. ما حاضر در اونجا بودیم. اون اکه خدای داد فهمید که من آمدم نفر آمدن هرچند در فیسبوک در زیرنویسا با من کامنت کردن دلیلاشون رو پیش آوردن و میدونستن که من امروز میام شرکت. اکه علیشیر که دیروز با من گپ زد تلفنی دو سوال ما جواب داد نتونست با اومد من هم خیلی جواب داد رفت. خب امیدوارم شما ما را تنها نمیگذارین و این برادرم میگه که بعد از چند دقیقه راهبریت میاد و با سوالای ما جواب میدین. عجیب شما همچون خودتون باید مشتری عادی فهمونده نمیتونین نه؟ خاموش کنید و تلفن. نه خاموش نمیکنه چی بخوام؟ اپراتور باید مشتری عادی فهمونده نمیتونه که چی و طرفش علیش میشه. فرست ساده عادی بفهمونین تمام. پانیک نکنین مردم با واهمه ناندازین تهلوکه چی در کن. عادی بگین که برای فلان سببو تعریف تو علیش میشه برادر. آفرین نه یکی اخرانم هم همراهش لیست بحثی بوده.
سلام. این شرکت همین شرکتی است که همه جواب میده. بسیار زور. خب ما انتظار میشیم. تصور میکنیم بچه من 25 دقیقه در درآمدگاه اساسی که کارگرای اساسی شرکت میشینن انتظار شدم. بعد از 25 دقیقه آمدن مثل همون اپراتورشون و آمدن و سریع گفتن که خطی مراجعت کنید. اگر مشتریت به نزد این اپراتور روید. وقتی ما نزد اینا میایم اینا راهبریت دوباره زنگ میزنن. این همون سیستمی در هم بر همی که ما در عصر 20 داشتیم که همه چی را بیروکراتی کرده بودن با کاغذ حل میشید. این تکنولوژی، این تلفن، این اینترنت برای چی برآورده شما؟ سریع کاری مردم آسان شود یا نه؟ هر کسی که میخواد با این عکس همراه شد ما در بینای مرکزی TCL انتخاب دست شما. هر کسی میخواد بیاید مرحمت. در بینای مرکزی TCL این پهلوی وزارت فرهنگ است. خیابان رودکی پایین‌تر از تلویزیون سفینه. ببینیم بچه‌ها از این چیز ما یگان چی نسازیم. میتینگ وهیما حشمت نه. پروستا همچون مشتری یک بار حقمون پرسیم. همچون مشتری عادی ساده و ما دا بفهمونن. تمام. دیگه پشتی ما هنگامه نسازیم. برای من اگر مخول نیست خدمت رسانی منبعی همین TCL که برای من شرطنامه‌شون نشون تیان من از بهر این سیم کارت میبرم تمام این توی دیگر میکنم. عجیبیش این است که این جناب خودشون کار سنگین‌تر و وهم‌انگیزتر میکنن دوام دو شبانه روز شد و هرچی باوریشون از جاجاشون کمتر میکنن که اینا آماده نیستن که در حالتهای فورس ماژور با مشتریشون در صحبت شوند. خب این افیر مستقیم را چند دقیقه شد که تا حال هیچ نفر پیشمون نمیاد. بچه‌ها ببینید چه کار میکنن اینا. شرکت مبیلی وظیفه‌اش آسان کردن و با سرعت کردن زندگی انسانیت در عصر 21. اینا با همون سرعت کار میکنن که علاقه 15 دقیقه میشه ما در افیر با شما گپ میزنیم هیچ کس پیش ما حاضر نمیشه. بچه‌ای که مینویسین فکر و نظراتونو به طرف نمونین فقط زنگ زنین پرسین. سلام. یک نفر پیش اومد. بله من دلیل اومدی دلیل با بیکاری مشتری شما اتاق کاری میگذارم برای صحبت کردن. میتونم افهمم که شما کیین؟ در افیر میتونه خودتون نشون بدین؟ نه. خب الان نامتون بگین. باز هم صحبت نشین. نامتون. هم صحبت نامتون. نه برای که این 38 نفر مشتری که من اینجا انتظار است خاطر نشود که ما پیش کی میریم؟ مسرور جمیلوف هست. مسرور جمیلوف نماینده شرکت TCL. بله. بله اتاق کاری میریم. سلامت باشین. امکانیت باشد بعد ما میریم با اتاق کاری کی نزدیکی؟ مسرور جمیلوف. نه نزد شما میریم. بله بله بله. خب ما با مسرور جمیلوف برادر نماینده شرکت صحبت میکنیم. من نتیجهش من حتما بودم در افیر مستقیم به شما خواهم گفت. برای کار خودتون احتیاط کنید. نسبت کرونا زنده باد آرامش.